یک زنگ تلفنی از روسیه این خانه را ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به فیض‌الله قربانوف خبر دادند که پسرش در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف پسر کشته شده این خانواده 39 سال داشت و در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. با واسطه телефон هم گپ شدیم که по زبان روسی к сожалению ваш сын погиб. Вы будете хранить его здесь или у себя. Мы гуфтим хаба дохода мы гуфтим. Вот гуфтам ки это в наши обязанности входит. Мы все сами оформим, сами отправим. Вы только ждите в ближайший рейс. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در یکی از زندانهای شهر ارخنگلسک بود و به گفته نزدیکانش ماه‌های نزدیک باید آزاد میشد. پیوندانش باری آخر 4 ماه پیش با او تماس داشتند. آخری صحبت آخری ماه اکتبر با هم صحبت شدیم. بعد همه خیلی پسرجان گفت که داداجان ما را برای ساختمان‌های ماریوپول مجبوری برده ایستادند. اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خاطر نشوید. آخران صحبت ما همین بود. دیگر در دوام 3 ماه یگان مرتبه هم صحبت نشدیم. این خانواده حالا منتظر جسد پسرشان هستند. پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون گفتند نفرانی که خبر مرگ فرزندشان را دادند از آنها درباره گروه واگنر پرسیدند. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. با پیوندان مقصد قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتیاموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. 2 هفته پیش یک جوان دیگری تاجیک که در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. پدر مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجیک به جنگ اوکراین بس شود. درخواست همینه که همه خیلی واقعا کم شود. هر روز به سری هر یک خلق تاجیک خیلی مصیبتون نبیاید و کم شود. من نشود. فعلا دقیق نیست که چند شهروند زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ‌های اوکراین کشته شدند. در 2 ماه اخیر خبری مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی‌کنند. هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری کنند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.